بنا به گزارش ایزوستیا، حکومت روسیه منبع‌های ایلوگی درآمد بودجه را می‌جوید و از جمله از حساب پرداخت‌های اتمی چون بوج و خراج به دست نشریه نسخه پروتکل جلسه رسیده است که روز یکم ایون در حضور معاون اول رئیس دستگاه سروزیر روسیه والری سیدارنکو پیرامون همین موضوع برپا شده است. در این پروتکل گفته می شود که به وزارت مالیه دستور دادند تا مسئله جاری کردن 1% کمیسیون به بالای انتقال پول به خارجه را بیاموزند و مطرح کنند. در حال حاضر افراد فیزیکی به کشورهای دیگر توسط بانک یا شرکت‌های پولفرست می‌توانند پول انتقال دهند. سیبربانک برای مثال برای انتقال پول 1% کمیسیون می‌گیرد. بانک اتکریتی 1.8%. نظام پولفرست یونستریم برای انتقال پول 1% کمیسیون می‌ستاند. تعرفه‌های وسترن یونیون از 49 روبل سر می‌شوند. به حساب بانک جهانی در سال 2020 حق میانه کمیسیون برای ارسال پول از روسیه 1% را تشکیل داده است که این نظر به خیلی کشورهای دیگر ارزان تر است. بنا به آمار بانک مرکزی روسیه سال 2020 از این کشور به خارج 41 میلیارد دلار و در 3 ماه اول سال روان 8.7 میلیارد دلار پول انتقال دادند. در صورت 1% کمیسیون بستن مبلغ‌های انتقالی بودجه روسیه سال گذشته می توانست 30 میلیارد روبل بیش از 400 میلیون دلار فایده ایلوگی بگیرد و از 87 میلیون دلار یا تقریبا 6 میلیارد روبل دیگر تنها در 3 ماه اول سال 2021. اقتصادشناسان بر اینند که چنین چاره مهاجران کاری را مجبور خواهد کرد که با وجود ریسک زیادش دیگر باره به کانال‌های غیر رسمی انتقال پول به مثل حواله رو بیارند. سال گذشته از روسیه تنها به 3 کشور مهاجرفرست آسیای مرکزی ازبکستان 4.4 میلیارد دلار، تاجیکستان و قرقیزستان هر دو 1.7 میلیاردی قریب 8 میلیارد دلار پول ارسال شده است. در 3 ماه اول سال جاری این 3 کشور از روسیه 1.7 میلیارد دلار پول دریافت کردند. این پولها اساساً با شرافت حدود 4 میلیون مهاجر کاری از این کشور هست و اگر روسیه انتقال پول به این کشورها را انداز بندد، مهاجران تاجیک و ازبک و قرقیز سالانه می توانند از تقریبا 8 میلیارد روبل یا بیش از 80 میلیون دلار درآمد خود محروم شوند.